دادگاه شهر خوجند بررسی پرونده طبیبی را آغاز کرد که بنا به تحقیقات از اشتباه او هنگام جراحی یک دختر 12 ساله به هلاکت رسیده است. فکر عیبداری که از طرف پروکراتور شهر خوجند پرونده به آخر رسانده شده است، آورده شده است که گویا محض با عیبی، با خطاگی‌های ماتوشکار، طبیب ماتوشکار، انستزیولوگ شیرمرادوف باباجان نابالغ کودک 12 ساله باباجان میرگانه به مرگ رسیده است. میشگانه باباجانوی 12 ساله ساکنی جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفوروف ماه اوگوست سال گذشته بعد تخمینا 4 ساعت جراحی کیسته شکمش در بیمارخانه سرطان شناسی شهر خوجند جان داد. هنگام مدهوش‌کنی یعنی بهوش‌کنی برای با جراحی تیار کردن از طرف دکتری مدهوش کننده شیرمرادوف دانیار به خطاگی راه داده شده، پژمرده شوی شوش و با همین راه زیاد هوا جمع شدن بین دیوارهای شوش به وجود آمده. این هوا به سیستم خونگذاری باباجان گذشته، در نتیجه امبلی هوایی یعنی گذشتن به قسم سیستم خونگذار و از کار ماندن دل سبب مرگش شده است. عیبدار شونده دانیار شیرمرادوف و وکیل مدافع او این اتهام را قبول ندارند. اکسپرتیزی سودی و معاین کردن حالت‌های سبب‌ها و مکانیزم‌های به مرگ رسیدن نابالغ باباجان میشگانه پوره تحلیل و تفتیشی هم سودی هم تفتیشاتی هم اکسپرتیزی قرار نگرفته است و سود به خلاصه آمد که حقیقتاً باید که تفتیشات سودی پوره کرده شود. به تحقیق دوباره پرونده پدر میشگانه باباجانова هم راضی است، چون که به فکر او در مرگ دخترش فقط طبیب مدهوش کننده گناهکار نیست. من از آغاز این پرونده باز شدنش باوری کامل داشتم که نه تنها عیبی نه تنها خودی انستزیولوگ شیرمرادوف است بلکه دیگر کسان هم است، لیکن از بعض حالت‌ها همین چی بی‌طرف گذاشته شد. دانیار شیرمرادوف در زمان تفتیش و بررسی پروندهش با شرط بیرون نرفتن از محل زیست خود در آزادی است. او 22 سال باز به حیث طبیب مدهوش کننده کار میکند.